بریم با هم یه خورشت آلو اسفناج عالی و خوشمزه بپزیم. پیازا رو نگینی خیلی ریز خورد میکنیم و تفتش میدیم. ادویه ها رو بهش اضافه میکنیم. من برای این خورشت از گوشت گوسفندی استفاده کردم و درشت خوردشون کردم. شما اگه دوست دارید میتونید از گوشت گوساله هم استفاده بکنید. گوشت رو حسابی توی پیاز و ادویه تفت میدیم. اگه شما هم مثل من شاغل هستین، زودپز نقش پررنگی توی آشپزخونه‌تون بازی میکنه. آب جوش رو بهش اضافه میکنم انقدری که سطح گوشت رو بپوشونه و میذارم که حسابی بپزه. خورشت آلو اسفناج از اون خورشتاست که میتونه شیرین، ملس یا ترش باشه. چون من میخوام تقریباً ترش باشه از آلوی خانسار استفاده میکنم. حدود 1 ساعت میذارم خیس بخوره. اسفناجا رو حسابی میشوریم و درشت خوردشون میکنیم. با حرارت ملایم تفتشون میدیم تا حجمش کم بشه و آبش تقریباً تبخیر بشه. یه مقدار روغن اضافه میکنیم. برای بالانس کردن مزه ها از یه مقدار رب انار ملس استفاده میکنم. و تمام، این دیگه آماده است که به خورشت اضافه بشه. خب زودپز عزیزم گوشتا رو حسابی پخته. این مقدار سوپ گوشت برای خورشتمون زیاده. من یه مقدار ازش جدا میکنم، فریز میکنم و بعدا توی غذاهای مختلف مثل عدسی ازش استفاده میکنم. این یه میانبر معرکه است، حتما امتحانش کنید. آلو و اسفناج رو به خورشتمون اضافه میکنیم. در قابلمه رو میبندیم تا شروع به جوشیدن کنه. وقتی که جوشید نمک رو بهش اضافه میکنیم. در قابلمه رو میبندیم و میذاریم حدود نیم ساعت غل بخوره. این خورشت یه خورشت کم آبه. اگه خورشتتون توی این زمان جا نیفتاده بود در قابلمه رو بردارید و از حرارت بیشتری استفاده بکنید تا حسابی جا بیفته. به به، ببینید چه رنگ و لعابی داره. بهتر از این نمیشه. اگه هنوز کانال منو سابسکرایب نکردین همین الان دست به کارشین. کلی ویدیوی هیجان انگیز تو راهه. بفرمایید نوش جان.